کار عملی پروژه اکتشاف و استخراج ساحات گازی توتی میدان اندخوی امروز رسما آغاز گردید. سرمایه گذاری یک شرکت ازبکستانی به ارزش 1 میلیارد دلار در استخراج گاز توتی میدان در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب. بدون چون و چرا که با امضای قرارداد امروزه ما این روابط و همکاری را از آن بلندتر نقطه انتقال میدیم تا که بتوانیم توانایی اقتصادی افغانستان را در عمل پیاده بکنیم، تا که بتوانیم برای میلیون‌ها افغان‌ها کار پیدا بکنیم. همچنان تولید 100 میگاوات برق از گاز استخراج شده. میدان گازی توتی میدان که حدود 7000 کیلومتر مربع مساحت دارد. کار عملی پروژه اکتشاف و استخراج ساحات گازی توتی میدان اندخوی امروز رسما آغاز گردید. سرمایه گذاری یک شرکت ازبکستانی به ارزش 1 میلیارد دلار در استخراج گاز توتی میدان در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب. السلام علیکم دوستای محترم، دوستای عزیز. اینجا به نام توتی میدان یاد میشه، ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب. طرف اندخوی قبلیش است، خب اوسنش باز ترکمنستان میشه. اینجا بخیر یک معدن گاز همیجا با یک کمپانی ازبکستانی قرارداد شده 10 ساله. همچنان تولید 100 میگاوات برق از گاز استخراج شده. میدان گازی توتی میدان بخشی از حوزه نفتی آمودریا به شمار می رود که حدود 7000 کیلومتر مربع مساحت دارد و ظرفیت های مهم طبیعی افغانستان در بخش انرژی محسوب می شود. میزان نفت گاز افغانستان از بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت گاز چون از جمهوری آذربایجان، ازبکستان و غیره بیشتر است. حوزه شمال قسمتی از حوزه عظیم نفت گاز آمودریا می باشد که از نظر میزان ذخیره در بین 152 حوزه نفتی و گازی کشف شده جهان در رده 15 قرار دارد. این حوزه 515,000 کیلومتر مربع وسعت دارد و در 4 کشور افغانستان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان گسترش دارد. و امروز ما می توانیم بگوییم که روابط بین افغانستان و ازبکستان به سطح نهایت بلند رسیده و من فکر می کنم و یقین دارم بدون چون و چرا که با امضای قرارداد امروزه ما این روابط و همکاری را از آن بلندتر نقطه انتقال میدیم و ما امیدوار هستیم که این قرارداد فقط شروع کار است و بر علاوه از آن با در نظر داشتی که امروز وزیر نفت گاز ازبکستان بخادر صدیقوف اینجا حضور دارند، با اشتراک وزارت نفت و گاز ازبکستان و البته وزارت شما ما این قراردادها را ادامه میکنیم تا که بتوانیم توانایی اقتصادی افغانستان را در عمل پیاده بکنیم، تا که بتوانیم برای میلیون‌ها افغان‌ها کار پیدا کنیم. سلام علیکم دوستای عزیز. اینی منطقه توتی میدان است. وقت سیل که شوه او که زیاد بیایه اینی منطقه او میبرایه. اینمی منطقه است که معدن گاز این از این منطقه انشاءالله جور میشه. برنامه توتی میدان یاد میشه. این منطقه طرف قبله اندخوی میشه و اندخوی اینی طرف میمانه. خب اینی سو که ما کامرا را دور دادیم طرف آهگذر میگنش، طرف اینی سون باز طرف دولت آباد میشه. اینی منطقه یک انشاءالله بخیر یک معدن گاز اینجا هست. انشاءالله بخیر در زودترین فرصت شاید عملی شوه. یک ازبکستانی کمپانی شرکت این قرارداد کرده 10 ساله. در سال دومیش بخیر از این گازی که از اینجا خارج میشه از اینجا برق هم تولید میکنه. 100 میگاوات برق از اینجا انشاءالله
تولید میشه. زمینه صادرات گاز به خارج افغانستان هم فراهم می شود. معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز در مراسم افتتاح کار عملی پروژه اکتشاف و استخراج ساحات گازی توت میدان شرکت نمود. معاون اقتصادی ریاست الوزراء آغاز کار عملی این ساحات گازی را گامی مهمی در بخش سرمایه گذاری دانست و گفت که سرمایه گذاری در چنین پروژه های بزرگ و مهم پیامی واضح به همه کشورها و سرمایه گذاران است که در افغانستان امنیت تأمین و